و فکر میکنم که وقتی که اگر درباره مادر شعر نداشته باشیم نمی‌تونیم به چگونه شاعر است. چون که همین ما آفریدگار ما همش کی است؟ مادر است. مادر تربیت میکند. در همه کتاب هم هست. خوند شما سراو جان هست البته هست. و اخیراً چیزی که دارم برای مادر اگر امکانات اجازت باشد همین چیز را به سهم شما و به سهم بینندگان رسانم. مادری جان است همینجا. چون که این حاضر چیزی نو است. در کتاب هم نیست. هم کتابا را خوانندگان دیگر مخلصان میخوانم که به سهم خوانندگان برسانم اجازت باشد. مادری جان، مادری که از ابتدا از همین طفلی که در بطن است تا از نوع رفتن خوش کو برای همون فرزند کو عذاب و مشقت زیادی میکشد، رنج میکشد، همینجا آوردم. مادری جان، بوده من در بری تو باری گران، نرم و آهسته خوشا بودی روان، تا که من را نرسد درد و زیان، من چی کردم به توی مادری جان؟ روزی آوردن من تو به جهان، با اجل بوده تو با آه و فیغان، بهری تو جان شیرین یا که نشان، من چی کردم به توی مادری جان؟ تا روم راحت و آسوده به خواب، بوده بس روز و شب رنج و عذاب، جیگری سوخته با دیده آب، من چی کردم به توی مادری جان؟ با هزاران هوس ها کرده کلان، سری هر یک قدم تو نگران، تا شدن نسل تو فرزندی زمان، من چی کردم به توی مادری جان؟ بوده ام بهری تو فرزندی عزیز، هم انواعی من از شهد و لذیذ، با خیرت باشم و از اهلی تمیز، من چی کردم به توی مادری جان؟ بهری من کرده شما خانه و در، هر زمان گفته مرا جان و جگر، تا که من بوده سرافراز پدر، من چی کردم به توی مادری جان؟ مادرا کردی به ما بزم کلان، بری دل داده بودم شاه جهان، داده نیکو دعا با دیگران، من چی کردم به توی مادری جان؟ هرگه توشه گرفتم به سفر، کف دعا داده با دیده تر، خواستی تو زی خدا فیض و ثمر، من چی کردم به توی مادری جان؟ مبتلا گشته تو با دردی گران، بوده با ناله و با سوز و فیغان، جان پسر گفته و رفتی زی جهان، من چی کردم به توی مادری جان؟ تشکر زیاد، بهترین استاد، بهتر. خب استاد، میخواستم بدونم که چرا همین کتاب های شما نام های رمزی رو گرفتن؟ یعنی که کتاب اولینتون نام اشک خاطره، یعنی که کتاب دوم شام فراق و کتابی که یعنی که سوم این قله افتخار، چرا همین نام ها رو گرفتن؟ نه مسکوت. اول همین گفتم که در شعر در کتابو هم استاد ما استاد دولتی رحمانیان است. وقتی که سراو جان شما فکرم و این هواداران شعر ما کتاب را اگر ورق زدگی باشند، خیلی بسیارش همش گفتیم که درد است، علم است، سوزش، و این برای خاطری اشک خاطری را گرفتی است. همون دردهایی که پیشتر بود، همون دردهایی که پیشینه بود، از آن جمله سوز و دردی گفتم که یعنی سیت دو بایدی که برای نگرشم دیگر بود. همون وقتی که استاد این نظر گذاشتن دو همچون مثال من محرر بودن اونجا همین کتاب‌ها را اشک خاطر نام کردیم که یادآوری هم است. و شام فراق برای اون گرفت که یک وقتا ما در همون گوشه‌های دوردست مردکاری وقتی که تاجیک و شام با یکدیگر میبیاد میشینه صحبت چخچخ میکند که شام فراق است، شام جدایی است که هر یکی از درد و علم شدید دیگر صحبت میکرد و در پیش ما در نزد ما در هم صحبت ما عزیزان جمع میشدن، جوانان جمع میشدن، صحبت میکردیم، فکر میکنم که شام فراق همون شام جدایی غریبانی هست که همون نامبرگیش است که جوانان جمع میشن و شیرخوانی هم میکردیم، از نوگیری ها گم میزنیم، یادی وطن میکردیم، یادی دوستان میکردیم. همین شام فراق همین شام فراقی غریبان است. همین نام رو همیشه گوشی است و قله افتخار اکو باخماندی شعرهای اخیران جمع کرده است. ندانم برای خاطر باشه که ما شاعری پرخوات نیستیم با قله افتخار بامدگی باشیم، که استاد دولتی رحمانیان همین نام رو وای کردن پیشنهاد کردن که شما با قله افتخار اکین نام کتابش قله افتخار بکردن و در اینجا رسم مگر دقت داده باشید. همون شعرخوانی قرائتخوانی من
در همون موضعی که جناب عالی بدری هم تام بگو آلوچه درست. در همون جاست آلوچه درست همون جاست و شاید که بر همین خاطره باشه. بهترین استاد. و سوال دیگری این که کتابی همون مردیکار تقدیر همون کتاب چی شد، زیرا که بسیاری مخلصان و هواداران استاد سیادی دویم پرسان میشوند که کتابی همون مردیکار کی از چوب میبرد، بسیار پرسان میشوند. درست گفتید خسرو جان، این مدعا سوال داده کتاب مردیکار باید که از خلی افتخار پیشتر میبرامد. از خلی پیشتر میبرامد. کتاب مردیکار وقتی که این بیماری نو آمدگی کووید 19 آمد اکنون در همه جا مثال چندین جوانان تاجیک هم نیز در همونجا حیات خود از دست دادن با بیماری گرفتار شدن. همین کتاب مردیکار که من 14 باب باشه البته 14 قسمت نوشتم و شاید که 4-5 دیگر باقی ماندگی باشد. این یک بابی باز زیادتی شد. فکر میکنم که کمتر 100 مانعی همین نشر کتاب شد یا نشد و اگر زنده سلامت باشیم خداوند اگر همین عمر باز نصیب باشد و عمر دیگر اگر پیدا کنه اگر نیت دارم که به مخلصانم به هواداران شعر و دوستانم همین تا آخر عمرم کتاب مردیکار رو بکنم نویسنم بهترین تشکر استاد. سوال نوبتی این که وطن از نگاه سیادی چگونه تجسم میکند؟ میخواستیم این رو بحر مخلصان یعنی که بفهمونیم. وطن خیلی که بزرگان گفتند از جای خوب اپی گلرخسار میگه که وطن از گهواره سر میشود. اگر گهواره تو دوست نداری که خانه رو دوست داشته کو نمیتونی. اگر خانه تو دوست نداری که تو هم دیهات دوست داشته چیز نمیتونی. اگر دیهات دوست نداری ناحیه دوست نمیداری. اگر ناحیه دوست نداری که تو وطن تکو کشور دوست داشته چیز نمیتونی. همه زینه های دوستداری وطن است که از همون گفتگی اپی گلرخسار از گهواره سر میشود و وطن در کتاب های من موقع خاص رو در جای خود رو دارد. چیزی که از آغاز کتابی اولینم اشک خاطره از تاجیکستان وطنم سر می شود. دادر شیرینم حافظ شیرین سخن ایوب جان میرزا کریم بسیار به یک استعداد فوق العاده میخواند. همین شعر را که مخلصان زیادی دارد. زادگاهی پدر ملک نیاگان وطنم، سوغد و ختلان و زرفشان و بدخشان وطنم برای هم معلوم است باشد. و اخیران شعری که بنده نوشتم بم نزدیکی اخیران شعر اول شعرم در باری وطن بوده است. اخیران شعر همین است که کشورم گل میکند. ما با آینده وطنمون با آینده تاجیکستانمون کو امیدواریم، امید زیادی باوری داریم و همین شعر قرائت کردم. کشورم گل میکند اگر با اجازه شما بهترین بشه. از نموی باغ و بوستان کشورم گل میکند، از شمیم گل عذاران کشورم گل میکند. میکنم شکرانه بر هر قطره آبی وطن، از خروش چشم ساران کشورم گل میکند. خان پرنازش شده زیبنده هر جشن و سور، با چنین خانی پر احسان کشورم گل میکند. هر کنار و گوشه این میهنم باغی بهشت، با قبای گل عروسان کشورم گل میکند. گوهر و لعل شده آویزه هر نازنین، با زر و لعل بدخشان کشورم گل میکند. عالمیان گر شده مهمان هر یک خاندان، مرحبا گویان به مهمان کشورم گل میکند. پرچمی بر آسمانش این دلیلی بختی ما، با لیوای پرتوافشان کشورم گل میکند. ملتی آوازداری من پی سازندگی است، ملتی آوازداری من پی سازندگی است، با چنین مردان میدان کشورم گل میکند. بهترین تشکر زیاد استاد. استاد میخواستم بدونم که دو لحظه یعنی که فراموش نشونده زندگی یعنی که لحظه غم انگیز و لحظه شادی در حیات شما کدام است؟ میخواستم بدونم. بله زندگی همین طور است، همین طور است که بر سری بنده هر چی میاد میگذرد. بنده برای خود لحظه های شادمانی هم دارد، خرسندی هم دارد، لحظه های غم انگیز دارد که یک عمر فراموش نمیکند. ندانم از کدامش ابتدا گذارم، اول از شادی گویم یا اول از غم گویم، یا اول از غم گویم و بعدتر از شادی گویم. بعد بله لحظه های غم انگیزم این مرگی مادرم است، هیچگاه فراموش نمیکنم.
مرگ پدر. و لحظه غمانگیز دیگرم که اشک خاطر در همین کتاب یک فرزندی عزیزم با نام نشانه که از پدر نشانه مانده بود، برایش در همینجا 30 تا رباعی هست، 2 غزل هست. همینجا در سفر در غربت در هجرت بودم، زنگ تلفنی را زنگ میزنم تا اینکه از بیماریش با خبر شم، کسی نمیبردارد. بدتر از یکی از دوستانم گفت که نبیرد از دنیا گذشت. از مرگ پدر و مادر هم وزن‌تر بود، خیلی غم‌انگیز بود. و اگر امکانیت اجازت باشد از همین یک غزل قرائت کنم اشته باشد. من عروس نازنینی با هنر گم کردم، پرتوی نور ز خورشید سحر گم کردم. در دل ظلمت سرایم نیست دیگر روشنی، من در این ظلمت سرا شمس و قمر گم کردم. گشتم اندر قطاری بی دل و اهل جنون، بی دلم من پاره قلب و جگر گم کردم. حسرتا خشکید نخلی آرزویم بی ثمر، اندر این بستان نهالی پر ثمر گم کردم. تلخ گشته کام من از زهر دردی غصه ها، ای عزیزان لذتی شیر و شکر گم کردم. قلبی کوچک داشت بیمار ولی اهل خیرت، از دبستان خیرت اهل نظر گم کردم. نکهت دیگر نمی آید دماغم خشک شد، من در این باغ ایران صد برگی تر گم کردم. خیره قلب و خیره چشم و خیره سر گردیدم، جان شیرین تاج سر نوری به سر گم کردم. بهترین است استاد، بهترین. و لحظه های خرسندی هر یک تاجیک، خرسندی هر یک مادری تاجیک، خرسندی هر یک برادر خرسندی من است. همین خیلی شد که 3 دختر پی هم تولد شد. در آرزوی بچه بودم و پسر وقتی که پسر اولم تولد شد چقدر شادی تصور کردن میتونستم. به نام افتخاری، به نامی در قلبم بود لایق جان نام کردم، به نام استاد شادرمان لایق شهری کردم. پس از آن صابر جان شد، باز خرسندی اونم صابر بازار صابر به نام وارد کردم. هر یک تولیدی فرزندانم خرسندی من همینجور بود و خرسندی هایی که اخیران پی در پی بود و خرسندی از هم اولم وقتی که اولین مجموعه من از شاب آمد کو باور میکرد خرسند بودم. میگفتم که روز میشت است که کتابی من کو مجموعه من از شاب برآمده است و وقتی که من رو کو به نام شاعری که شاید سزاوار نباشم معرفی میکنن گپ میزنن، من خرسندم که یک ذره باشد یا خوب است نیک است یا پند است اخلاق درد مردم به مردم خوانده میتونم. بهترین است. تشکر زیاد. خب استاد سوال نوبتی همون این است که آیا شما با سراینده ها هم همکاری میکنید یا نه؟ اکنون من اونقدر شاعر پرخواه نیستم که سراینده و آهنگساز همکاری کنم. شکرانه همین جوانان دیار رامید، شکرانه حافظای دیار رامید، اکی عزیزبیگ، اکی شریف، ایوب جان، میرزا کریم افقتی، ایوب جان مخصوصا خیر میکنم و یک دو بچه دیگه، یک بچه دیگر دهی خوشان نام دارد، عبدالمجید جان نامدگی هستند. با یک دو بچهای دیگر همکاری دیگر دارم، همکاری دارم میخوانن. باور میکنم خرسند میشم که وقتی که همین فرزند دیار رامید است که شعر من اگر به هواداران به مخلصان رسانند که سپاسگزارم این جوانان، خداوند عمری با برکت بیاتشاند. تشکر زیاد استاد، بسیار منتدار هستیم. خب استاد یک چیز دیگر رو میخواستیم بدونیم که در چاپ و نشر کتاب‌های شما کی بیشتر به شما کمک میکند و حصه گذار است؟ رحمت، شکرانه خدا، شکرانه یار دوستان کش تباران جنا. دو کتابی اولم مجموعه کتابی اشک خاطره و شام فراق با دستگیری مردی سخاوتمند حاجی قل محمد پسر عمگمان از شاب برآمد و در نشر طبع کتاب ها بیشتر جانمان نامزد علمای فیلولوژیا آموزگار امید جان فردازاده خدمت های خیلی کلام میکند و در چاپ های کامپیوتریش باشد نوروز جان هم خدمت میکند. خب مبلغ ها حاجی سنتو روان میکند. شکران هم خیش تبارو جانا دستگیری میکنند و از این منبر برای آنها سپاسگزارم و سپاس خدا میرسانم. خداوند دولتشون زیاد شود، دستی بخیرشون زیاد شود،
صاحبی مال ملک زیاد گردن. هزاران سپاس میگم برای آنها. تشکر زیاد استاد، بهترین است. و دوستان عزیز، در همین جا ما از سبب کم بودن وقت برنامه دردانه‌های رومیت رو خاتمه میبخشیم و بار دیگر قید می‌سازیم که امروز در مهمانی، امروز در برنامه ما شاعر همین محله استاد اسام‌الدین سیادی بودن. و همین خاطر بار دیگر تشکر زیاد استاد که سخن ما رو رد نکردید، در این برنامه اشتراک کردید. در آخر برنامه میخواستیم بفهمیم که استاد بهر تماشابینان این برنامه، استاد بهر تماشابینان این شبکه چی گفتنی دارند؟ اولا از خداوند برای همشون سلامتی خواهانم. بله. ثانیاً همین سلامتی برای خودشان، اهل بیتشان، خانواده، پدر و مادر. همین سلامتی، همین تنجی برای مردم کل تاجیکستان غریب و دیگر همش خواهانم. بعد برای بچه‌هایی که در غربتن، در غریبی دور از وطنن، که بنده شهد و همین غربت رو چیز دیگه هستم میدانم. بازم سلامتی میخوام برای کارشون، میخوام خداوند سربلند باشن، موفق باشن، در همه جا باشن که تاجیک باشن، سربلند باشن. چون که ما به همین گونه جوانان که افتخار داریم، با به تاجیک سربلند افتخارمندیم. بله، بهترین، تشکر زیاد. و اگر میدونم که بیشتری مخلصان ما همین زاده، همین دری رامیت خشمنزیر اون میباشن، با اجازه شما خسرو جان یک سم پارها برای آنها قرائت کنم که اجازه. رامید بهار و باغ و بوستان دارد، خوشان و پوچیف و یاس و ویستان دارد. صیاد و زغاله اش داند همگی، باغ میری خواجه بیستان دارد. بر رامید می روی دایم بهار است، لبی دریا و کوگلها قطار است. ببین گل دختران شوخ و مستش، به تیر غمزه دل را در شکار است. بر امید می روی دل شاد گردی، زیبندی غصه ها آزاد گردی. لبی دریا تو بین گل دختران را، فرهمند از چنین ایجاد گردی. بر امید می روی دیدار یاران، لبی دریا و یا سیر گلستان. شوی از نکهت گلها فرهمند، شود آسوده دل بیغم شود جان. بهترین، تشکر زیاد استاد، بهترین. خب دوستان عزیز، خواهش میکنیم که نفرانی که تا این لحظه ما رو دستگیری کردن و تماشا کردن، بار دیگر از شما اظهار و تشکر زیاد میکنیم. و نفرانی که برنامه ما رو بار اول میبینن، نفرانی که در شبکه ما آبونه شدگی نیستند، خواهش میکنه که در شبکه ما آبونه شوند و لایک رو در این ویدیو دریغ ندارند. دوستان عزیز، تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید. خیر دوستان.